بسم الله الرحمن الرحیم سوره حج شروع میشه. این سوره را به نام حج به خاطر میگه که در اینجا تذکره یکی از عبادت‌های مهم مسلمانان شده که حج است. ابراهیم علیه السلام زمانی که مرکز توحید بنیادش گذاشته و او را آباد کرده، همه ساله الله متعال او را همونطور خالی نگذاشته. کسایی که آواز توحید در زبانش است همه ساله در اون مرکز حاضر میشه و امو یادبودی ابراهیم علیه السلام از عملکردایی که خالصانه برای الله انجام داده، امو اعمال پس زنده نگاه میکنه. از او خاطر حج یکی از جمله برنامه های تذکیر یا یادآوری اعمال مقبول ابراهیم علیه السلام که اهل بیتش است. کدام اعمال شایسته که انجام داده خالصانه او در مقبول دربار الله شده. الله نخواسته که یه عملی از وا همینطور فراموش شوه. همه ساله اطراف جهان مردم میایه امو اعمال ابراهیم و خانوادهش باز دوباره زنده میکنه تا که در بین امت سر و صدای ابراهیم علیه السلام موجود باشه. این وعده را الله به امر ابراهیم علیه السلام کرده بود. تو را چیست لسان صدق دادیم، یعنی در بین مردم شهرت بالکل همینطور حفظ است، ولو که دنیا هر قدر چی کنه شده میروه. یک از او خاطر کلی سورت به نام سوره حج یاد کرده. 103 سورت است در نزول خود که قبل از سوره منافقون و بعد از سوره نور نازل شده. ارتباط این سورت قطع ما قبل در ما قبل الله متعال عجز انبیاء علیهم السلام بیان کرد. تکالیف و مصائب سرش می آمد، عاجزی به الله میکرد، الله قبول میکرد دعایش. در اینجا رد میکنه بالای کسایی که نعوذ بالله عجز خدا به غیر الله تقدیم میکنه، به غیر الله تقدیم میکنه عاجزی خدا. یا در سورت قبلی الله بیان نزدیکت قیامت کرد، اقترب للناس حسابهم. در اینجا الله متعال اما یکی از صورتهای نزدیک بودن قیامت بیان میکنه که زلزله است. اینطور زلزله که مردم دیگه مکمل هر کس در هر جای همینطور جای با جای باقی میمانه، دست پیش نمیشه برای کار. چون صورت مدنی است، احکام خیلی زیاد در اینجا ذکر میشه که تعلق به تطبیق عملی داره، نه به عقیده. بعضی مسائل عقیده هم در اینجا ذکر میشه، اما موضوع مرکزی که خیلی زیاد سر از تمرکز میشه مسائل احکام است. از او خاطر سوره حج اول ابتدای شروع به چی میشه؟ خلقت انسان. الله متعال خلقت انسان به خاطر بیان میکنه که کدام احکام الله برای انسان روان کرده، مکلف ساخته به انجامش، قابلیت انجام از او را داره. چرا مراحل را که طی کرده انسان، امی قابلیت در انسان پیدا شده که احکام الله متعال در زندگی خود سری خود عملی کنه. و این تکلیف ما لا یطاق نیست که یک کسی را طاقت نداشته باشه مکلف کرده باشه، بلکه الله متعال همونطور استعداد و قوت بر انسان داده. البته تفاوت ها وجود داره، یعنی تفاوت در استعدادها و قوت ها وجود داره. یک انسان تطبیق احکام الله را زیاد میکنه، دیگر را کمتر میکنه، دیگه این کاری علیحده است. اما نفس توانمندی و طاقت الله به هر انسان داده، چرا که همین مراحل هر انسان طی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسی از پروردگارتان. این ندای خیلی عام است، در ناس جنیات هم شامل است، لیکن چون که مخاطب اول انسان است از او خاطر ناس میگه. بعضی علما مفسرین میگه که ایها الناس همیشه یکی از علامات صورت مدنی ایها الناس است، لیکن این قاعده کلی نیست، اکثری است. اکثریت در صورت های مدنی خطاب به یا ایها الناس میشه، سوره های مکی خطاب به یا ایها الذین آمنو میشه. یا ایها الناس تمامی بشریت، اتقوا ربکم، خدا نگاه کنی از پروردگارتان. چه رقم نگاه کنی؟ یعنی طاعت الله متعال بکنی، خلاف ورزی طاعت الله متعال نکنی. چرا؟ این زلزله الساعت، یقینا زلزله قیامت، یعنی او جنبیدن و حرکتی که در زمین رخ میده او نزدیک قیامت میباشه. شیء عظیم، چیزی است که خیلی بزرگ است و آمدن شتمی است، بسیار بزرگ است. مناسب است که انسان آمادگی و تیاری برش بگیره، نشوه که نعوذ بالله در حالت قرار بگیریم که همی زلزله سر ما بیاید. یوم ترونها تذهل کل مرضعة، روزی که میبینی زلزله را تمام مردم حالات طوری منعکس میشه، طوری سرچپه میشه،
تذهل کل مرضعت، غافل میشه اوالی اولاد خودم گرفتن نمیتونه. کل مرضعت، هر شیر دهنده. حیبت و ترسی و روزان قدر آدم انسان فرا میگیره که هیچ نوع دیا دیدم فرزند و زنوی گپام نمیه. همونطور حالت است. کل مرضعت اشاره میکنه زن شیر دهنده برای اولاد خود سخت شفقت کننده می باشه، خصوصا اولادی که تنها شیر میخوره. تلاش میکنه که اولاد خود گشنه نکنه. اگر صدایش شبام میشنود دستی سینه خود مادر در دهن طفل خود میکنه. بسیار اهتمام برای شیر دادن می داشته باشه و این درس است برای خواهرها. بله، برای اولاد خود اهتمام شیر دادن انسان زیاد داشته باشه، از وقتش به وقت نکنی. بسیار تاثیر منفی در وجود طفل داره. از همون خاطر از کدام زنایی که در دفترها کار میکنه اولادشان از شیر مادر استفاده نمیکنه، در اوقات مناسب برشان شیر داده نمیشه، اولادشان ضعیف ناتوان قسم قسم اختلالات در وجودش پیدا میشه و این برکت دموکراسی است. با جای شیر مادر شیر خشک برش چی کده؟ بگه مقرر کده دخترک خود بچه که دخترک خود مانده خودش در دفتر روان است، تقاسی کده در اونجا روان است، اولاد خود اونجا مانده. قرآن کریم اشاره میکنه اهتمام زنی شیر دادنی برای اولاد خود که شیر بده. چرا؟ خیلی مفید است. این مسائل تا دین روز دنیای غرب نمیدانست. بعد از فراگیری علومی قرآن کریم برشان واضح شد که شیر مادر اهمیت داره. نتیجه گیری کردن توسط تحقیقات خودشان، وسایل خودشان. عالی توصیه میکنه که شیر مادر برای طفل خیلی ضروری است، به خاطر که شیر مادر روزمره تغییر دهش میآید. طفل قوت پیدا میکنه، وجودش تقویه میشه، انرژی میگیره، در شیر هم انرژی پیدا میشه مناسب حال طفل. از او خاطر شیری دایه دیگه مناسب حال از این نمی باشه. طفل از او یا پیشتر یا پستر تولد شده می باشه. شیر مادر خیلی اهمیت به سزای داره، این را باید بداریم. در اینجا هم اشاره میکنه که هر زن شیر دهنده که به یک وجه امی شفقت از اولاد خود دور نمیکنه از خود، لیکن روزی فرا میرسه که حیبت و سختی و روز آدم از این امی اولاد طفل خدا میزنه چی میسازه؟ غافل میسازه. تذهل کل مرضعت، غافل میشه هر زن شیر دهنده از جهت حیبت و ترس. اما از او عملی که ارضعت شیر میده، یعنی از او طفلی که برش شیر میده بالکل غافل میشه. و تضع کل ذات حمل، را خود چی میکنی؟ مندازه. چی میکنه؟ سقط جنین میکنه. کل ذات حمل، تمام زنایی که صاحب حمل است حمل خود ضایع میکنه، ساقط میکنه. مدت تیر شدن نمیباشه این حالت میاد. و تر الناس، تو میبینی مخاطب مردم سکارا که به مثل مست هستند. تو میگی حواس باخته است، تو میگی نشه شده کدام چیز خورده. و ما هم به سکارا، در حالی که یا مست نیستن که چیزی نشهی را خورده باشه، اینطور نیست. ولکن عذاب الله شدید، لیکن عذاب الله خیلی سخت است. و من الناس، بعضی از مردم من کسی است یجادل فی الله که گفتگو میکنه در مورد ذات الله، صفات الله، توحید الله، افعال الله بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل. و یتبع کل شیطان، یعنی یا قابلیت نداره که حق بپذیره، از او خاطر تابعداری میکنه. از او شیطان، کل شیطان مرید، از او شیطانی که مرید که خیلی سرکش است، سند نداره در مورد صفات الله و ذات الله گفتگو میکنه. اوی تابعداری شیطان است. قرآن کریم درس میده که ما و شما را مناسب نیسته که در مورد ذات و صفات الله بسیار گفتگو کنیم. از همون خاطر سلف صالحین هیچگاه سوالا را نکرده. یک صحابی از پیغمبر علیه السلام سوال نکرده زمانی که آیت بار بار شنیده الرحمن علی العرش استوى، رحمان سر عرش برابر شد. یک صحابی نگفته که پروردگار چه قسم برابر شده. از همون خاطر وقتی که از امام مالک سوال شد گفت بله استوا معلوم است، عرش معلوم است، لیکن کیفیت مجهول است. خود سوال از او بدعت است. الا گفتی مبتدی از اینجا بکشه. این سوال دیگه کس نکرده بود یا کرده بود. اصل مسلک سالم در صفات الله و ذات الله و نموسته چیزی که در قرآن و حدیث برای الله آمده ثابت است، دیگه یک چیز در اون نقصان و زیادتی نکو، خیر و خلاص عقیده بکن. اگر گفتگو میکنی باز تابعداری شیطان مرید میشی. کتب علیه انه من تولاه،
کتب مقرر شده یا لازم کرده شده علیه در مورد یمی شیطان انه قانونی الله متعالی طور فیصله شده و نوشته شده. چی رقم؟ من تولا کسی که دوستی میکنه امرای شیطان فانه یضل یقینا گمراه میسازش از راه حق و یهدیه راهنمایی میکنه الی عذاب السعیر به عذاب خیلی گرم. شیطان انسان به عذاب گرم راهنمایی میکنه نه طرف نجاتی تو. البته شیطان ها رقم است، جنی هم است که اکثر و جنی ها تهدید میکنه توسط کشتن. انسی هم است، عذابای شیطان هایی که انسی است او متنوع صورت های گوناگون داره. کسی به موسیقی دعوت میده، کسی به فحاشی، کسی در شرک، کسی نعوذ بالله در چیست عیدای مشرکین. اینا کلش شیطان های انسی است. یا ایها الناس ای بشریت، ای تمام انسان ها، ان کنتم فی ریب اگر هست شما در شک من البعث از زنده شدن بعد از مرگ، یعنی شما قائل نیسته که ممکن باشه یا نباشه. ان کنتم فی ریب اگر هست شما در شک من البعث از پس زنده شدن فانا خلقناکم نیست لایق که شما در شک باشه. چرا؟ دلایل قناعت بخش برایتان موجود است، باید از او استفاده میکردی، الله را میشناختی. فانا خلقناکم یقینا ما شما را پیدا کرده من تراب در دفعه اول از خاک که بابایتان آدم علیه السلام است. یا است که تمام انسان از خاک پیداست، چرا که نطفه تکون پیدا کرده، جوری ساختارش از تمام انرژی که در تمام وجود انسان است. او انرژی حاصل شده از غذاها تمامش نمو کرده، تربیت شده، رشد کرده در خاک. معلوم شد که کل انرژی از خاک گرفته شده، شکل نطفه در او جور شده، بعد از او مراحل طی کرده. ثم من نطفه، بعد از نطفه شما را پیدا کردیم. نطفه قطره منی. ثم من علقه، بعد از پیدا کردیم شما را از خونی بسته. چرا؟ یک مدت اینمی نطفه در شکم مادر چی بود؟ نطفه. بعد از تبدیل به چی میشه؟ علقه. علقه عبارت از خونی بسته. ثم من مضغه، بعد از پاره گوشت. امو خونی بسته شکل گیری میکنه، مثل یک پارچه گوشت واری میشه. مخلقه که صورت داده شده میباشد امو گوشت، و غیر مخلقه یا صورت برش داده نمیشده باشه. مخلقه که صورت یا شکل برش داده شده، و غیر مخلقه یا صورت و شکل برش داده نشده. الله متعال میگه اینمی طی کردن مراحل یا انقلابه و تغییرها را به خاطر میکنیم لنبین لکم که واضح بسازیم برای شما قدرت خدا، نشانهای قدرت خدا. از او خاطر باز از بعض بعد الموت انکار نکنه. و نقر فی الارحام، ما قرار میدیم در رحمای مادر نطفه را ما به مو اندازه نشاو که ما خواسته باشیم. چرا اینطور میکنیم؟ که قدرت دیگه معلوم شود. الی اجل مسمى، تا یک تاریخی که مقرر است. الله متعال میگه تا یک تاریخ گفتیم که نمی نطفه باشد، حکم سقوطش هم نمیدیم، کاری الله متعال است. ثم نخرجکم طفلا، بعد از شما را میکشیم بعد از همون تاریخ مقرر که مراحل طی کرده، میکشیم شما را طفل. مراد از طفل اینجا چیست؟ از هر نگاه ضعیف، از هر نگاه کمزور، عاجز، گپ زده نمیتونی، از خود دفاع نمیتونی، این کلی گپا حالت طفلیست. ثم لتبلغوا اشدکم، بعد از که شما برسی به چی؟ اشدکم به کمال قوت خود. و منکم یتوفى، بعضی از شما من کسی است یتوفى که قبل از جوانی وفات کرده میشه. و منکم بعضی از شما من کسی است یردو که بازگردانده میشه الی ارذل العمر، به ذلیل ترین عمرها. و منکم بعضی از شما من کسی است یتوفى که وفات کرده میشه قبل از جوانی یا پیری. و منکم بعضی از شما من یردو کسی است که بازگردانده میشه الی ارذل العمر، به ذلیل ترین عمرها که حالت پیری است. حالت پیری را ارذل عمر به خاطر میگه که انسان سخت محتاج میشه، حتی انسان به قضای حاجت خود محتاج میشه، رسوا میشی. از او خاطر کسی که در این حالت نمیرسه بسیار چی کرده؟ خوشبخت است. باز که اولاد سالم باشه مراقبتش میکنه خیلی خوب، اگر نباشه گپ خیلی سخت است. دمی ارذل عمر که علما میرسه با وصفی که سن و سالشان خیلی بلند میباشه، الله متعال دوچار اموتور
ذلت نمیکنه. الله برش چی میسر میکنه؟ بگوی خدمتگار اولاد صالح، خدمتگاری درست. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، برزل عمر کی نهایت پیریسته برمیگردانه میشه که اثری اونمو پیری رقم میشه که لا یعلم من بعد علم شیئا، که نمیدانه پس از یادآوری و علم هیچ چیزی را. حافظش ضعیف شده، چیزی که پیش میدانست کلش ختم شده. از او خاطر چی کرده؟ الله متعال میگه نشانه قدرت خدا نشان میدم که تحولات یا انقلابایی که در وجود تو میآید ذاتی نیست، بلکه از طرف الله متعال است. یک تعداد در جوانی وفات میکنه، یکی در طفلی، یکی در چیست؟ در ارذل عمر پیری که حالت خراب میباشه. و ترى الارض هامدة، تو میبینی زمین هامدة خشک و خراب افتاده. فاذا انزلنا، زمانی که فرو میفرستیم علیها بالای زمین، الماء آبی باران از بالا شروع میکنه، اهتزت تازه میشه، همی زمان در حرکت میه، و ربت میافزه گیاهای خدا، میوه های خدا، و انبتت میرویانه من کل زوج بهیج، از هر قسم بهیجن که رونق و زیبای زیاد داره. فاذا انزلنا، وقتی که فرو فرستیم علیها بالای همی زمین خشک و خراب، الماء آب اهتزت تازه میشه در حرکت میه، و ربت میافزایه، و انبتت میرویانه من کل زوج، از هر قسم بهیجن میوه های با رونق و زیبا. یعنی این دلیل قدرت کامل الله متعال است که هم پیدا میکنه، همینطور چیزایی را در او ظاهر میکنه که با هم متفاوت باشه. خالق هم الله متعال است، اما دادن انرژی و صورتها و رنگای مختلف هم کیست؟ الله متعال است. مثل که الله متعال در سرزمین خرابه اینمی قسم موقع میده با گیاها و درختها، الله متعال اینمی قسم انسان ها را هم در روی زمین پیدا میکنه. الله متعال پیدا میکنه اینطور انسان ها را، اما صفتا و خوی و خصلتا با هم چیست؟ متفاوت است. مثل که میوه های درختها، گیاها با هم متفاوت هستند، افراد هم اینمی رقم متفاوت است. از او خاطری دلیل کامل است رویانیدن گیاها و میوه ها. این دلیل کامل برای قدرت کی است؟ الله متعال است. ذلك بأن الله هو الحق، این بیان حکمت تمام تصرفات و تغییراتی که الله متعال در کائنات داره، در کلی هستی الله متعال داره، آلی را حکمتش بیان میکنه. ذلك امی پیدا کردن و ظاهر کردن امی چیزا، بأن الله بسبب یزی بود که الله متعال هو الحق، او واقعیت داره کشته شدنش. ذلك بأن الله، این تغییرات یا انقلابات یا تصرفاتی که در تمام کائنات الله متعال میاره، از نزول باران، رویانیدن گیاهای زمین، به سبب ازیست که الله متعال هو الحق، او معبودی بر حق است. یعنی او ذات و هستی کامل است، کمال از او ذاتی است، از طرف کسی داده نشده. و انه یحیی الموتى، امی الله متعال است که زنده میکنه مرده ها را. و انه علی کل شیء قدیر، و امی الله متعال است که بالای تمام چیزا قدرت داره. پس اعمال الله متعال هم کمال ذاتی داره، هم کمال وصفی داره، هم کمال فعلی داره. کمال ذاتی که هو الحق است، کمال چیست؟ فعلی که زنده میکنه مرده ها را. کمال وصفیش ان الله علی کل شیء قدیر، سر هر چیز قدرت داره. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین.